البته رفتار کردار عملهای زشتی که از طرف کمیته امنیت برای نرسیدن به هدفهای آخری با سفیر آلمان سبب شد که من مراجعت کنم. هفته گذشته با کاتب سفیر آلمان برای آخری برگزار کردن مراجعت کرده بودم. بعد از روز با من زنگ زدن کاتب سفیر آلمان در تاجیکستان، یعنی که Одинаев، سفیر شما را روزی 12 روز جمعه ساعت 11 انتظار است. شما میتونید که برقراری استفاده برید. روزی جمعه تاریخ 12 همین سحر پیش از ملاقات حاضر شدن با شماره دستی من البته زنگ شد. یکی از مقامات قدرتی بلندخواه من آشنا میکنم چون که انسانی خوب است. گرچه دیگه اینا دیگر کسا اگر با این تلا کردن یا که چی میگن تشکیل کردن عصبا میگن، من اومدم با تلفنی و کس اومدم مرکزی نوعی شهری سر وخوری کردن که یعنی که میدونن که ما از جهت همکاری با شکنجه رفتار کردار موکی نزدیکی هست داریم. من التماس کردن که همین Одинаев گردون که همین روز آخری با خود سفیر آلمان نکنه. اگر میتونی این کار کرده شما، من گفتم برادر اگر اون جایی نگرانی میشد این محقق داریم در پایان‌نامه حزب سوسیال دموکرات باید مسائل مهم، باید مسائل اقتصادی اجتماعی همکاری نسبتی تمامی از جمله این روز کرونا ویروسی که تمام جهان پیشگیری یعنی که به خطر مونده است ما داشته باشیم، نظر داشته باشیم، میتونیم که از این مشکلی مردم رو پس سر کنیم. بسیار التماس کردن. من گفتم برادر من نمیتونم این کار کرده. اگر مسئله یک مایده اوای میشد شاید برای خاطر دوستی ما برطرف میشد، لیکن این مسئله مهم است. در آخر وقتی من فهمیدم که من تهدید میکند با ترور، با جان، شو اینکه با فرزندانم، دیگر با حرارتی بلند، با فشاری بلند مراجعت به خانه مرکزی ایستاد کردم که با قید گرفتن البته کمک اولین درجه رسوندن. میتونید گفتن که بستری شود، لیکن من از بس که دیگر تقدیر ما با کسی باور نمیکردم وارد منزل شدم، چون که علاقه هفته گذشته هفته پیش سپری شده فرزند من رضایف شیخ رو کارمندانی با نام ششم اپراولین ششم عدل ترسونزاده از завод نانپزی شهری سور گویا که ویریش دارد. اگر من زنگ نمیزدم نمیگفتم تا اومدن من انتظار نمیشدن شاید ویر علاقه برده شکنجه نتوکوب کردم در خود ترسونزاده. من گفتم شما چی به چی کرده او یکون تروریست نباشد، او فرزند من او شوق هوس دارد برای ریش مونم. بعد شما یک چه فراموش نکنید که همه چه شما دگابدن که تاگی منه ایوه یک ای دارد غلطی دیگه از بالا سفید و ریشش نمیگیره. بود که کورت چی؟ اینه که همیشه من فرزندم از دست همین خلاص کرده بردم خونه 4 روز بستری خوراک خونه با رضای شد. بعد تعدید همینو بعد ترساندن همینو که متهم بریم نشون میدیم اونجا با مکیه مسئله شکنجه که تاجیکستان علاقه تمام جهان اینا میدونه که شکنجه میراث باباگی این مقامات قدرتی که در تاجیکستان عمل میکنن این همه میدونه. آشکار کننده چنین شکنجه در تاجیکستان این منم. بعد برای من رحمت میگفتن هیکلی من از چلون اقلا نامی نه که من میموندن من همونجا امبودسمن دولتی تعیین میکردن که همین آدم در اصل شکنجه رو آشکار کرد. کشتارهای تاجیکستان آشکار کرد که کی دست با کشتار میزنن. ما حزب سوسیال دموکرات نفرانی هستیم که آینده درخشانی ملت تاجیک دولت تاجیکستان با عهده میگیریم. ما قصاصگیر نیستیم، قصدگیر نیستیم. همه ما اکثریت با خوششناس هستیم. ما نمیخوایم که مثل امروزه تنها در عمل در نشان داد باشد.
мо ҳаракат мекунем ки имрӯза баъзе ки сари мардуми тоҷик омадааст аз ҳамин тамоми лоиҳа қуввати худ истифода бурда масъалаи умуман дар фиристодаро ба ҳуда гирем аз ҷумла устод Мамаддин Зоиров. ҳаматон медонед ки ин шахси беназир, ин олими шинохта, ин як сиёсатмадори варзида азода ин кор биромада метавонад. хоҳиш мекунам нафароне ки суиқасд ба ҷони ман фарзандони ман дорад даст кашед. бор дигар такрор мекунам даст кашед ки ояндаи хуб надорад. бисёр каса ман мисол оварда метавонам ки шумо чӣ кор кардед. лекин боз ман хапам. саломат бошед. Одинаев Маҳмурод, муовини раиси ҳизби социал-демократ, бахши сиёсӣ. саломат бошед.